اگه بهمون در مورد صبر و قناعت و این چیزا اون موقع صحبت نمی کردن و تو مغز ما این جملات انگیزشیه که نمیدونم صبر کن زور خوره حلوا سازد و فلان و بلان و نمیدونم چرا الان همش حالم از اون حرفایی که اون موقع ما زمان بچگیمون بهمون میگفتن حالم بد نیشه ازشون، چندشم میشه، چرا حالت تهوع میگیرم از حتی از این که یادم بیاد. شاید اون موقع اگه به جای اون حرفا بهمون میگفتن مثلا هر کی پول بیشتری در بیاره زندگی بهتری داره، هر کی چه میدونم هر کی وضع مالیش خوب باشه خب معلومه زندگی بهتری داره، اینا رو اگه بهمون میگفتن ما قطعا نسل بعدیمون اینجوری نمیشد، بیشتر تلاش میکردیم، به جای بهتری میرسیدیم و این مدلی دیگه لنگ پول پیش خونه یا لنگ اجاره یا لنگ چیزای دیگه نبودیم. میگن ریشه همه چیز تو بچگیه، ریشه واقعا ریشه خیلی چیزا تو بچگیه. هر چی تو بچگیت یاد بگیری همونو تو بزرگیت پیاده میکنی، وقتی بزرگ شدی همونو پیاده میکنی. الان که دارم فکر میکنم واقعا حالم از بچگیم به هم میخوره، متنفرم. اون موقع همه چی ارزون بود، ملت میتونستن یه خونه بخرن، به خدا یه نفر کار میکرد میتونست خرجی چند تا خانواده رو بده. الان 10 نفر توی خانواده کار میکنن باز خرجی یه نفر رو نمیتونن بدن. دیدم که میگم روز به روزم داره هی بدتر و بدتر و بدتر میشه. به قول یارو گفتنی سبزش کم بود گلش هم داره میاد. این بر جنگه. اصلا خیلی اوضاع قاطی پاتی شده. ای کاش یه بار دیگه اون موقع رو زندگی میکردم. ای کاش والدینی داشتیم که بهمون میگفت بعضی چیزا رو، خیلی چیزایی رو که الان باید بدونیم اون موقع بهمون میگفتن. هیچ وقت به بچه هاتون نگین قانع باشن، چون منی که این حرفا رو شنیدم الان کارم به اینجا کشیده. همیشه بگین پول داشته باشی میتونی زندگی بهتری داشته باشی، پول نداشته باشی نمیتونی زندگی بهتری داشته باشی. اینو همیشه بهشون بگین.